در این درس کسری راسیونالی سوی معاینه و خواصات آن رو دیده می‌بریم. این موضوع از کتاب الگبرای صنفی است و چیکار کار می‌کنیم؟ از روی باب‌ها رفته هر یک قسم‌های آن باب رو از روی سوال‌ها دیده می‌بریم. مثلا در این باب کسری راسیونالی گفتگیه. بیاین اول به خاطر بیاریم چیکار کسری راسیونالی رو کار می‌کنه. برای این مثلا در اینجا من سوال دارم. سوال یک گویم اگر چی داده شده است؟ کسری با ifade دهی تا جمع و کسری کلان است. اینو چیکار کار می‌کنیم؟ چیزی که در خاطر داریم از همراه آسان این یک به یک نوشته رفتن. اگر شما ifade رو آمیخته نکنید، اگر مثلا من این رو اول کاری یکم گویم، ما هم وقت باید ضرب و تقسیم سر کنیم، کاری دویم، کاری سوم و کاری چهارم و بعد اینها کار کردن من چیکار میکنم؟ بالا رو تحت میکنم. یعنی میتونیم اول کسری صورت رو من کار کرده، بعد مخرج رو آورده، بعد در آخر تقسیم میکنیم. کاری پنجم گویم، کاری ششم و در آخر تقسیم میکنیم. بیاین یک به یک کار کرده رویم. چیکار کار کنیم؟ اول صورت رو حل کنیم، بعد مخرج رو، بعد در آخر هر دو ifade رو تقسیم میکنیم. کار یکم من چی دارم؟ ifade کسری و دهی. از همه روی آسان برای ضرب کردن ifade دهی رو به کسری گرداندم و چیزی که ما کسری قیمتی عددی بتون داریم این رو به کسری نادرست گرداندیم. به کسری نادرست گرداندن چقدر بود؟ 6 ضرب 15 جمع 1 این 91 تقسیم 15 ضرب 5 تقسیم 2 یا اینکه میتونه نویسه 1 تقسیم 2 و این به چند برابر میشد؟ ضرب رو بعد اگر ما دونیم این من میتونم هر دو اینها رو اختصار کرده 1 تقسیم 2 نوشته و در آخر 91 تقسیم 3 میشود. این کاری یک. کاری دوم تقسیم 2 عدد دهی من و رو چی نوشته میتونم؟ 2 از 5 این و کسری گردانیم 25 تقسیم 10 در اینجا تقسیم است 12 تقسیم 10. وقتی ما کسر رو تقسیم میکنیم دوم کسر صورت و مخرج هاشون عوض میشود 25 تقسیم 10 ضرب 10 تقسیم 12. از اینجا چیکار میبینم؟ این 10 و 10 اختصار میشه و در آخر من 25 تقسیم 12 میمونم. کاری سوم با مخرج بذارم تقسیم و ضرب رو تمام کنم یا اینکه یک بار میتونه حل این ifade رو پیوست کرده. ببینید از روی گفتگی ما رویم. کاری سوم 9 از 6 این 6 تقسیم 10 است تقسیم 2 از 4 این 24 تقسیم 10 است و این رو به ضرب تبدیل باید دهیم 6 تقسیم 10 ضرب 10 تقسیم 24 و اینجا رو اختصار میکنیم 10 و 10 میرود 6 1 میموند 24 4 میموند و این برابر 1 تقسیم 4 است. کاری چهارم 2 تقسیم 3 ضرب 9 از 115 این چند 15 تقسیم 100 برابر است. این رو اگر ما اختصار کنیم 3 و 15 چند میشه 5 میشود. در صورت من 2 ضرب 10 تقسیم 100 این در اون 1 تقسیم 10 میشود. و بیایم به کارهای پنجم و ششم رویم. پنجم چی بود؟ مخرج رو تحت کنم. کاری یکم و دوم رو کاری یکم چند 91 تقسیم 3 طرحی 25 تقسیم 12 و اینها باید مخرج عمومی دهم. مخرج عمومی چند است؟ 6 است و این 2 میدهم و این 5 2 چند میشود؟ برابر 182 طرحی 125 و مخرج عمومی ما 6 است
از اینجا با چی برابر می شود؟ این ترگیمو 55 رو اگر جمع کنم 57 تقسیم 60. این رو من با 3 اختصار کرده میتونم بفکرم 1.19 تقسیم 20. این کاری پنجم. کاری ششم مخرج رو جمع کنم. کاری سیوم و چهارم رو 1 تقسیم 4 جمع 1 تقسیم 10. مخرج عمومی چند است؟ 20 است. به این 5 میدیم و به این 2 چند میشود؟ 5 جمع 2 تقسیم 20 و این برابر است به 7 تقسیم 20. و در آخر کاری هفتم گیم مخرج رو باید حساب کنم. یعنی کاری 5 و 6 رو تقسیم باید کنم. یعنی من چی دارم؟ 19 تقسیم 20 کسری عمومی 7 تقسیم 20. یعنی اینجا من تقسیم 2 کسر ها رو دارم تقسیم 7 تقسیم 20 و از اینجا ما میتونم نوشته 19 تقسیم 20 ضربی 20 تقسیم 7 و از اینجا با چی برابر میشد؟ 19 تقسیم 7. یعنی جوابی ما 19 تقسیم 7. یا که میتونن به عددی بتون گردانیم در 19 چند دانه 7 است 2 و در صورت 5 میموند و در مخرج 7. این است جوابی ما و این سوال. یعنی 2 بتون 5 تقسیم 7 برابر ما 2 بتون 5 تقسیم 7.